سلام بچه‌ها، من حسین دهقانی هستم، مؤسس تیم مشاور تلاش. امیدوارم که حالتون عالی باشه و توی مسیر اهداف خیلی خوشگلتون باشید. بچه‌ها، من هدفم از تأسیس این گروه و مؤسسه 3 چیز هستش. انشالله میخوام راجع به یه سری کتابای کنکوری صحبت کنم که چه کتابایی بخرین، چه جوری بخرین که بهتون بشه کمک کنه، چون میدونین که توی بازار کتابای کنکوری خیلی زیادن. هدف دومم اینه که من یه سری برنامه ریزی های شخصی، مشاوره شخصی به بچه‌هایی که حالا دوست داشته باشن میدم که حالا شرایطش رو بعداً توی کانال خدمتتون میذارم و میتونین درخواست بدین. و هدف سومم اینه که یه سری وایس های انگیزشی و این که چجوری درس‌ها رو چجوری بخونید. مثلا من توی دوستای خودم و بچه‌هایی که پشت کنکور موندن، خیلی از بچه‌ها راجع به درس زیست سوالای مختلفی داشتن، اینکه نمیدونن چجوری بخونن، چی کارا باید بکنن. راجع به همه درس‌ها من تک تک فیلم میگیرم و براتون میفرستم. بحث مهمی که اینجا وجود داره اینه که من اینجا توی این کانال وایسای انگیزشی رو میذارم، یه سری ویدیوها راجع به اینکه چه کتابایی چجوری بگیرین و اینکه تک تک درس رو واسهتون فیلم میگیرم و میذارم که چجوری بخونید که بهترین نتیجه رو بگیرید و ان شاءالله توی کنکورتون موفق باشید. برنامه دیگه هم در آینده همراه هستش، با ما همراه باشید، مطمئن باشید که اگه با ما باشید نتیجه خوبی میگیرید. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که بتونم به شما کمک‌های شایانی بکنم. ایشالله که به همه هدفاتون برسین و همیشه شاد و خوشحال باشید. خیلی ممنون. خداحافظ.